سلام دوستان، یه دونه دستگاه چمنزن اومده برام، موتور 4 زمانه، حجم موتور هولوش 200 سی سی. مشکلش اینه که گاورنر وای نمیسته. از لحظه ای که میکشیم شروع میکنه به گاز خوردن. حالا ما مشکل رو حل میکنیم، با هم دیگه میریم جلو. فقط خواستم یه راجبه دستگاه چمنزن یه توضیح بدم خدمتتون راجبه مکانیزمش اینجوریه که این دستگاه گیربکس حرکتی نداره. وقتی شما این اهرم رو میکشید، خب یه کلاجی داره. این ترمز فلایول رو آزاد میکنه و اینجا کلید، یعنی قطع میکنه اتصال به زمین رو یا اتصال به بدنه رو. وقتی اتصال به بدنه رو هم قطع میکنه، جرقه روی شم ایجاد میشه. این دستگاه ما اگه بخوایم به موتورش دسترسی پیدا کنیم، سرسیلندر باز نمیشه. نگاه کنید، ما باید از زیر کلا باید جدا کنیم که بتونیم از زیر پیستون رو جا میندازن و خیلی هم راحت جا انداخته میشه. این پیستون ها یه کاربراتور اتوماتیک داره که اصلا نه پیچ تنظیم داره نه چیزی، به وسیله گاورنر کنترل میشه. اینجا هم گاورنرشه که شاید ایراد از گاورنرش باشه، مجبور بشیم موتور رو باز کنیم، کنترل کنیم گاورنر رو. مارک هوندای. و مهمترین چیز که در این دستگاه هست وقتی میخوایم بخریم، چطور میخوایم هیلتی بخریم، ژول اساسه. در این دستگاه ها اساس سایز تیغ است و مدل ها این مدلی نامگذاری میشن. الان این دستگاه 460، یعنی 460 میل تیغشه. یه دستگاه دیگه مثلا هوندای داره، مثلا مدلش هی P530، اون 53 سانت سایز تیغشه. این دستگاه جزء کوچکترین های بنزینی حساب میشه و برای کارهای خونگی مناسبه. آره، از اینا زیاد میاد، سایزهای بزرگش هم تو آینده میاد. اینجا مرکز خدمات گارانتی هوندای آینهل آلمان، هاردن چین هست و ما انواع دستگاه ها، ژنراتور، همه چی تعمیر میکنیم. مرسی.